بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما زائران و روزه‌داران عزیز و گرامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر کلیه بینندگان و شنوندگان عزیز و گرانقدر. سرافرازیم امروز همچون روزهای گذشته در خدمت شما هموطنان عزیز